قابل توجه تمام دوستانی که از تلفن همراهشان از برنامه همستر استفاده میکنه. دوستا کلتون در جریان هستین که در این روزا همه کسایی را که در اطراف خود میبینیم یک تلفن همراه در دستش هست و در تلفنشان زده روان است تا از این طریق سکه به دست بیاره و سکه استخراج شنه. من امروز برای شما میگم از این کار را که ما انجام بدیم چی مشکلات را بر تلفن همراه ما به وجود میاره. کل شما در جریان هستین و ایره میفهمین که وقتی که ما سکه استخراج میکنیم چی از طریق همستر و چی از طریق دیگه ارزهای دیجیتال ما از ماینر استفاده میکنیم و خود شما میفهمین که استخراج کردن ماینر کسته و زمانی که ما تلفن خود به عنوان ماینر استفاده میکنیم و از طریق از او سکه به دست میاریم بسیار فشار زیاد روی تلفن ما به وجود میاد و فشار بسیار بالایی را تلفن ما متحمل میشه و زمانی که فشار بسیار بالا رو تلفن ما متحمل میشه چند مشکل جدی روی تلفن ما به وجود میاد. یکی روز به روز عمر باتریش ما کاهش پیدا میکنه و مشکل دوم دیگهش که هسته اسکرین تلفنتان عمرش بسیار کوتاه میشه و داره از کار میافته. توصیه من برای تمام دوستایی که از این برنامه استفاده میکنه و دلم کنده نمیتونه میگه شاید ولد آینده مردم پیسادار شده از این طریق و من بمانم، من نمیگم که این کار نکنین. وقتی که در دلتان اربان میمانه این کار بکنین، اما میتونین از یک تلفنی که دیگه زیاد برای اهمیت نداشته باشه خراب بودن جورج بودنش که حداقل اگر در آینده هم یک چیزی را به دست آوردی به اندازه باشه که اما ارزش تلفن تا داشته باشه. تشکر دوستای گلم.